الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله ذوالجلال می‌فرماید که بیشک شبهه واقعاً عمارت میکنند مسجدهای الله را اونهایی که به الله و به روز قیامت ایمان دارند و 5 وقت نمازشان برپا می‌دارند و زکات مالشان می‌دهند و شاید اونها باشند از هدایت یافتگان. یعنی واقعا اونها هستند از هدایت یافتگان. نفرایی که به مثل این مسجدها را عمارت میکنند، بنا میکنند، میسازند، با پولشان با مالشان صرف میکنند، در راه الله مسجد میسازند و 5 وقت نمازشان برپا میدارند، در وقت خودش میخوانند و زکات مالشان میدهند و بغیر از الله دیگر از هیچ کس نمیترسند. یعنی در حقیقت اونها از هدایت یافتگان. به همین خاطر در هر کجایی که باشیم کوشش بکنیم مسجدهای الله عمارت بکنیم، در ساختمانش کمک بکنیم و در داخل مسجدها درس یعنی همیشه برپا داشته باشیم، درس‌های عقیده، توحید، درس‌های قرآن، تجوید و برای طفل‌ها، برای فرزندها درس‌ها را تشکیل بکنیم و امید هست که از جمله همون هدایت یافتگان باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم. و کیست ستمکارتر از کسی که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری می کند و به ویرانی مساجد می کوشد. ایشان حق ندارند به مساجد داخل شوند مگر با ترس. برای آنان در دنیا رسوایی و در آخرت عذاب بزرگ است.